که به یک سطح قابل قبولی برسید و قطعا توی مبحث زبان هم همین هستش. اما بریم سراغ the pitch. پیچ زمین هستش، زمین فوتبال. the pitch. خب بریم با هم دیگه تکرار کنیم. حتما بعد از من تکرار کنیم. اول از همه ما پرچم رو داریم. پرچم میشه فلگ، اما چون توی نقطه کورنر هستش، کورنر همون کورنره. کورنر فلگ. این منحنی که اینجا هستش رو بهش میگن آرک. کورنر آرک. بعدی گول لاین که البته اینو بهتر بگید بای لاین. حالا توی این عکس گول لاین رو کل خط گل کشیده. اگر بخواید تفاوت قائل شید بین خط یک دروازه‌ای که اگر توپ ازش رد شه گله و خط گل که توپ اگر بره ضربه دروازه است، اونی که این خط رو میتونید بگید بای لاین، خود دروازه خط دروازه رو بگید گول لاین. خود دروازه اول جلسه گفتیم میشه گول. خود محوطه جریمه دو تا اسم داره. میتونید بگید اینجا نوشته 18 yard box، اما چون توش پنالتی رخ میده میتونید بگید پنالتی باکس. قاعدتا نقطه پنالتی نقطه میشه spot. You can say penalty spot. و اینجا میتونید بگید penalty arc. این منحنیه رو گفتم میتونید بگید arc. اما دایره وسط زمین دیگه منحنیه، چیزی نیستش نیم منحنی باشه. ما باید دایره رو بگیم circle و قاعدتا چون وسط زمینه چی میشه؟ اگر گفتید وسط چی میشد؟ center. پس میشه center circle. نقطه وسط زمین، جایی که بازی شروع میشه، نقطه چی میشد؟ spot. وسط چی میشد؟ center. اول باید وسط رو بیارید. توی زبان انگلیسی برعکسه، ما میگیم نقطه وسط، اونا میگن وسط نقطه. پس میگیم که center spot. خطی که زمین رو به دو قسمت میکنه اسمش چیه؟ halfway line. لاین به معنی خط هستش. halfway line. حتما لاین سبقت رو شنیدید. البته ما توی فارسی شما میگیم، ما بگیم لین سبقت، چون لین میشه بین دو تا خط. اما خطوطی که توی خیابون میبینید لاین هستش. halfway line. half به معنی نصف هستش.